دو ساکین جماعت واروخی ناحیه اسفرک که 3 هفته قبل از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شدند، بعد پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها 5 نوامبر برگزار شده است. طبق معلومات از رسانه‌ها، دادگاه بادکند باعث جان بابا حسنов و دلشاد کریمов را با عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانسته معادل 37000 سومانی جریمه کردند. مقامات قرقیزستان پس از پرداخت جریمه هر دو در حجم 74000 سومانی آنها را آزاد کردند. یادآور می‌شویم که دو ساکین جماعت واروخ را شام 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پل آفتابرویه سرحدبانان قرقیزستان بازداشت کرده به بادکند بردند. دیرتر نزدیکان بازداشت شده ها آگاهی یافتند که مرزبانان قرقیز هر دو را با تفنگ‌های شکاریشان بردند و در بازداشتگاه موقتی شهر بادکند نگاه می‌دارند. مقامات قرقیزستان تا هنوز بازداشت شهروند تاجیکستان را شرح ندادند.